از نیروهای سکولار در افغانستان، از آزادی خواهان افغانستان دفاع میکنند. من معتقدم در جامعه افغانستان به اندازه کافی ظرفیت وجود داره که حکومت سکولار، حکومت مدرن، حکومت متمدن بیاد سر کار. ولی این دولت ها و این نانشست ها علیه مردم افغانستانه، علیه مترقی ها تصمیم میگیره. اینا میخوان با اسلامی ها بند و بست کنن، براشون هم به قول آلمانی شایزگاله چه اتفاقی که اون جامعه میفته. تا همین حالا جنایت کردن، دولت ها با هم کار بکنن، مردم باید با هم کار کنن. من از طرف حزب کمونیست کارگر ایران، کمیته ایسایتان، سازمان ایکس مسلم سولیداریته میکنم و با مردم افغانستان اعلام میکنم ما همیشه در کنار شما ها بودیم، ما همیشه از خواسته های شما دفاع کردیم. من علیه سنگسار زنان در افغانستان، علیه برقع، علیه بی‌حقوقی زنان، علیه فقر در اونجا دارم پروتست میکنم و در این حال سیاست دولت‌های غربی، سیاست سازمان ملل، سیاست آمریکا رو دارم محکوم میکنم. به نظر من افغانستان روزهای سیاه‌تری رو خواهد دید با این کنفرانس، به خاطر اینکه الان دیگه با طالبان دارن دست میدن و این یعنی پایان همون یه ذره آرامشی که در افغانستان بوده. به این معنا ما باید این مبارزاتمون رو ادامه بدیم. الان تو این جمع کمی هستیم، ولی به نظر من ما درست‌ترین راه رو داریم نشون میدیم. تظاهرات‌های مختلف این چند روز توی بن بوده. ضمن رسپکت کامل خودم با تظاهرات چپ‌ها در آلمان یک بار دیگه اعلام میکنم که آلمانیا بیان بیرون، ناتو بیاد بیرون، افغانستان روی آرامش میگیره. اینطوری درست نیست. آلمانیا زو اونجا دارن کمک میکنن، پول میدن، ولی به طالبان این دفعه میخوان پول بریزن زیر دست و پای طالبان، به کرزایی دارن پول میدن. بنابراین حکومت در افغانستان اسلامی باشه، مردم روی آرامش نخواهند دید. یک بار دیگه باید سیاست درست رو مطرح کرد و از مردم در دنیا کمک کنیم. ما همبستگی عمیق خودمون رو به خصوص با زنان در افغانستان اعلام میکنیم، چون به نظر من در طول این چند دهه زنای افغانستان اولین قربانی‌ها بودن. زنای افغانستان فقر مطلق رو دارن تجربه میکنن. تو زندان‌های افغانستان برید ببینید زنها رو به چه روزی در آوردن. توی افغانستان زن به صرف زن بودنش زیر دست و پا داره له میشه. ما اومدیم اینجا توی این تظاهرات که اعلام کنیم دولت آلمان مستقیما مسئول در وضعیتی که در افغانستان هست و اگر امروز بخوان با طالبان دست دوستی بدن، بیش از پیش مقصرن تو جنایت هایی که در افغانستان اتفاق میفته. یک بار دیگه به همه شما که تو این تظاهرات اومدیم خوش آمد میگم و یک بار دیگه میگم که دنیا به نفع ماست. الان مردم اومدن تو خیابون علیه سیستم سرمایه داری یه سیستم اینا با هم کار میکنن. پس ما مردم باید با هم دیگه کار کنیم و باید کاری بکنیم واقعا این سناریوی سیاهی که امروز میخوان برای افغانستان تدارک ببینن و بدتر کنن وضع افغانستان رو در مقابلش بایستیم. ما باید بریم تو خیابون، ما باید متحد بشیم و ما باید کاری بکنیم مردم افغانستان روی آرامش ببینن بدون جنبش اسلامی، بدون حکومت اسلامی. مرسی.